من تازه فهمیدم که چرا باید اینقدر دیر وارد سیاست بشم. تازه فهمیدم که سیاستمدار یعنی چه. آدم لذت میبره هنگامی که بادیگاردها دنبالش میدوئن، هنگامی که مردم قیام میکنن یکک میزنیم تو گوششون مثل سگ میشینن سر جاشون، هنگامی که آدم سیاستمدار میشه یک حزب جمهوری اسلامی را یک حزب وساقی میزنه و همه میگه باید سجده کنید. کار دخترها رو میتونی رقصندش لذت‌های فراوان، مخالفین رو چشماشون نمیتونیم در بیاریم، اینطوری میزنیم تو دهنشون مثل سگ صدا کنن و میکنیمشون تو ابین به زن و بچه‌شون تجاوز. احمق پول تو سیاست اشتباه کردم. مرسی از سیاستمداران که منو وارد این لجنزار بی‌ناموسی کردن و پاچه‌های کثافت گونه خودشون رو به من مالیدن و حالا که من وارد این لجنزار شدم، خار مادر همتون از داخل و خارج رو حواس. خوش آمدید به حسینی سیاستمدار. خوش آمدید به طول امپراتوری کوروش قسمت 11. کمان گیرم شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم. منو بازوی پولادینی و سرپنجه ایمان، کمان و تیر و ترکش روح و جسمی عاشق ایران. منو انصاف و دوراندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمانداری کمان گیرم شهاب تیز رو تیرم، منم همریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم. خیلی خوش اومدید. پیشم عذرخواهی میکنیم از اون 1% سیاستمدارهای جهان که آدمای خوبی هستند و متاسفانه لای این سیاستمدارهای عوضی افتادن و مجبورن که یا سکوت کنن یا زندانی میشن و یا کشته میشن و یا خیلی چیزهای دیگر. طول امپراتوری کوروش تدریس تفکری افلاطون و بزرگان اهل تصوف، یعنی همون اهل فیلسوف ها، یعنی فیلسوف هایی که هر فیلسوف نامش در از صوفیست و عارف، یعنی همشون یک معنا دارن. نگرش اونها رو به شما اعلام میکنیم، توضیح میدیم و توجیه میکنیم تا افرادی مثل من و شما بتونن بهتر بفهمن که کجای سیاستن و سیاست کجای اونهاست. و شما همینطور که برای گرفتن گواهینامه باید بری حتما امتحان بدی، حتما رانندگی یاد بگیری و امتحان هم کافی نیست، باید تمرین کنی، زیرا که فقط اگر امتحان راهنمای رانندگی بدی و تو توی بارون نتونی رانندگی کنی میمیری و هیچ وقت یک افسر راهنمای رانندگی از دست شما ناراحت نمیشه و خودش مقصر نمیدونه از اینکه شما مردی و اصلا براش مهم نیست شما مردی یا نمردی. شما باید وقتی گواهینامه میگیری تلاش کنی که یاد بگیری که بهتر رانندگی کنی و قانونها رو بهتر بدونی و بتونی به جامعت خدمت کنی. جامعه رو نگاه افلاطون توضیح دادیم که جامعه مردمی هستن که دارن با هم زندگی میکنن و مهمترین اتفاق در این مردم برآیند موجود از این مردمه و اندیشه رو اصلاح میکنه. یعنی حرفای بسیار مهمی زدیم خدمتتون. یعنی یه فکر وقتی که به وجود میاد نباید خفه شه، یک زبان نباید خفه شه، حتی اونی که مخالفه یا حتی اونی که موافقه فرقی نمیکنه. اگر شما مخالف رو ببندی اندیشه اونو هستی، پس این اندیشه به هیپوتالاموس مغزی فقط ربط نداره، به هارد تو مغز فقط ربطی نداره. این اندیشه میتونه اندیشه سکسی باشه، حسی باشه، روحی باشه. من و شما 20 تا حس داریم. این که 5 حس شوخیه. شما یادتون باشه حرارت تو 5 حس نیست. شما من اینجا وایسادم حرارت از اون فاصله میگیره و من گرم میشم، این تو 5 حس نیست. لرزش تو 5 حس نیست. اون برق شما رو میگیره تو 5 حس نیست اصلا. و خیلی چیزهای دیگه که توی حسا هست. الان من نمیدونم دقیقاً ولی بالای 17-18 تا حس بشر داره و یواش یواش داره بهش میرسه. یعنی یکی از حسایی که هیچ ربطی هم تازه به تصوف و عرفان نداره مثلا هیپنوتیزمه، یا حسایی که از مغز من به مغز شما کلیک میکنه و شما رو مجبور میکنه که کاری که من میگم انجام بدی.
و خیلی چیزهای دیگه، یا ویروس هایی همانند مطبوعات و اخبار که وارد شما میشن و این ویروس ها که اسمشون میذاریم ما ارزم موضوع شما که جادو و طلسم، موجب میشه که شما بعدها بدونی که بفهمی از پشت مغز چیزی رو میاری بیرون و رأی میدی به چیزی که نباید میدادی. مثل تبلیغات کوکا در مثلا فیلم لورنس عربستان که حالا شایعه هم باشه ولی جالبه. خیلی ساده توضیح دادم. یعنی حسای من و شما بسیار متفاوت. ارائه این حسا در جامعه و تقویت این حس در جامعه عرضم حضور شما که کار بسیار سختیه. یعنی این که جامعه شاد داشتن این نیست که مثلا الان بعد آقای خامنه‌ای برداره حرفای ما رو توی استارت بدوزن شروع کنن زدن، یا آقای روحانی چند روز پیش صحبت کرد توضیح داد حرفای ما رو توضیح داد، یا فلان آخوند توضیح بده. این حرفو توضیح دادن که همه میتونن بگن. الان 500 نفر 1000 نفر در طول تاریخ راجع به مولوی و سعدی حرف زدن. وقتی نفهمی حرفو، وقتی بزنی هیچ فایده‌ای نداره. اینکه شما بلغور کنی یه حرفی رو بزنی یا بعضی از اپوزیسیون‌ها بردارن مطالب رو بردارن یه جوری دیگه بگن، فایده نداره. ممکنه که دارن تبلیغات میکنن برای ما بدونی که خودشون بفهمن، اما اینکه موضوع رو تا تو نفهمی نمیتونی بفهمونی. یعنی یکی از دلایل این که یک استاد دانشگاه یا یک معلم ارزشمنده یعنی چیزی رو میفهمه به تو میفهمونه. این خیلی فرق میکنه. و نکتهش مثلا یک مکانیک به شما چیزی نمیفهمونه، میکنه اون چیزی که میفهمه رو برای ماشین شما میفهمونه بهش و ماشین شما میفهمه که خوب شه، نه شما. و شما هیچ از مکانیکی بعداً نمیفهمی. یعنی شما 10 تا ماشین هم ببری مکانیکی، دلیل بر این نیست که شما مکانیکی. یا یک جراح چیزی که به شما میفهمونه به شما نمیفهمونه، به بدن شما میفهمونه که حالا بعد درست شی، اینجوریش کنیم اینجوریش کنیم، بدنشو پاره میکنیم و خیلی چیزای دیگه. اما نگرش تصوف و عرفان، یعنی فیلسوف ها که بسیار هم نادرن در جهان و فیلسوف نماها بسیار زیادن، چون دولت ها درست میکنن، روحانیت درست میکنه، آخوندها، خاخامها، کشیشها، موبدان. همین الان دیدین که تو همین میانمار چی بودایا شروع کردن مسلمانا کشتن. به هر دینی بیاد بالا بی‌شرفه. من حالا نمیخواستم بگم قدمتش هر چی بیشتر لجن‌تر. یعنی اسلام قطعا بهتر از مسیحیته، چون اسلام چند هزار نفر کشته و به زنهای مردم تجاوز کرده، ولی مسیحیت همینطور کشته و تجاوز کرده دیگه. وای با حال موبدان زرتشتی که الان چند هزار سالی که به زن و بچه همه تجاوز کردن. این خیلی نکات عمیقی که تو این برنامه توضیح میدیم و این که اگه شما برای دیگران حالا سیدی کنیم بفرستین تو خونه ها، شبنامه بنویسین واسهشون توضیح بدین بفرستین تو خونه ها، پخش کنین تو خیابون ها، هر کاری میخوام بکنین، فقط فراموش نکنید که آدم‌ها چند گونن. یا به خودشون میاندیشن که این بز زندگی میکنن و کارشون معلومه، یا به فکر خودشون و جامعهشونن. این فکر خیلی منطقیه، یعنی هم به فکر زندگی خودشون هم به فکر اینکه جامعه رو اصلاح کنن. اینا حتما شبنامه‌ها رو میفرستن، ریاض سارتا رو تبلیغ میکنن، طول امپراتوری کوروش رو میگن، و یا اینکه فقط به فکر جامعه هستن که اینا هم حالا شرایط خیلی متفاوتی داره. نتیجه کلی که میخوام خدمت شما بگم اینه که بستن دهن هر مخالفی اندیشه رو خراب میکنه و میبنده و اندیشه رو دیگه اصلاح نمیکنه. پس حتی حرف خلاف یک حاکم میتواند کمک کنه به اون حاکم بدون اینکه خود احمقش بفهمه که واقعا داره بهش کمک میکنه و این نمیفهمه اصلا. و خیلی متاسفانه در جهان ممکنه زودگذر یه حاکمی بتونه حکومت کنه در یک کشوری یا هر شرایطی و اینا، اما بعداً خودش داره به خودش ضربه میزنه، مثل آخوندهایی که جهنمی تولید میکنن با پندار خودشون و این جهنم متاسفانه در کوانتوم به وجود میاد و حتما تو جهنمی که خودشون درست کردن و خیلی هم ساده است. یعنی شما الان دستتو میگیری تو برق، میگیرید برق میکشید، برو الان چند هزار ولت برقو بگیر، میمیری، خودتو گرفتی کشتی. هیچ ربطی به سیم و برق و اینها نداره. در مغز شما مفهوم برق گرفتگی موجوده. حالا چجوری موجودش خیلی فرق. میریم سراغ جناب آقای افلاطون که شما بفهمید آقا کلا مردم کره زمین همه مشکل روحی دارن. همیشه یه داستان تکرار شده. این حکومت رفته، حکومت بعدی اومده، حکومت همه در راستای هم اومدن، نه در ضد هم. به همین خاطر اپوزیسیونی جز ریاست میگم وجود نداره، برای اینکه همه آدمایی که دارن حرف میزنن دنبال تجاوز به من و تو ان، دنبال پولای من و تو ان. اینا شعوری اصلا ندارن که بخوان ارائه بدن، زیرا که افلاطون میگه شعور مکانی است که توش انسان کامل و صوفیان و فیلسوفا باید باشن و خیلی مطالب عمیق‌تر. و همین تمام اپوزیسیون‌ها میخوان قدرت از اون بگیرن بدن به خودشون. حالا اسمش میشه هر حالت دیگه‌ای، ولی بعضی از این گروه‌ها وجود دارن و آدم‌ها وجود دارن که بعضیش هم اشتباه خودشون متوجه میشن، مثلا همین ابراهیم یزدی که اول انقلاب رو تولید کرد به نوعی، اما مقصر هم بود، ولی در تداوم انقلاب تقصیر نداشت. یعنی اصلا کلا همین کسانی که به ابراهیم یزدی میگن این تو نظام بوده، تو نظام هست، اینا یا مجاهد خلقن یا اینکه از بچهای سعید امامی وزارت اطلاعات.
خیلی ساده است و اسنادش هم از نظر فکری معلومه، به خاطر که همه میدونن که ابراهیم یزدی و نهضت آزادی ملی مذهبی کشتار توشون شده و صحابی‌ها رو خودتون دیدین، ملی مذهبی اصلا معلومه. حالا اگر تو اینها چند تا دونم اشتباه کردن، هیچ کس آدم خوبی نیست، ولی هیچ ربطی در تصورات ذهنی موجود نیست که شما نگاه کنید یک دزد رو با دزد میبرن توی صف. حالا یکی 62 میلیون 1 میلیارد دلار اون موقع میدزده و فرار میکنه با زن و بچه‌اش، یکی الان 10 میلیارد دلار میدزده. دزده، هیچ فرقی نمیکنه. جناب آقای افلاطون در چند هزار سال پیش میگه چند هزار سال بعد هم مردم جهان گاون. چجوری میگه این جمله رو؟ خیلی مؤدبانه میگه. چرا این جمله رو میگه؟ برای اینکه میدونه مردم دینشون دین پادشاهان، پادشاها 2 تا چک بزنن همه میشینن، کما اینکه در تمام جهان همینه. یعنی مردم میرن به سمت پادشاهی و سمت پول. یه عده‌ای از مردم این کارو نمیکنن که اصولا تو زندان و اینا هستن و جمهوری اسلامی یا هر جمهوری یا هر دیکتاتوری تلاش میکنه که اینها رو از خودشون نشون بده یا احمق و چیپ تا مردم بتونن گول بخورن، بگن آره از خودشونه. مثلا میگه فلان آدم مثلا آخونده توی زندان مثل بروجردی، میگه آخونده بابا از خودشونه. این کلمه از خودشونه به وزارت اطلاعات میده بیرون. چرا؟ چون بعد میبرن اونجا میگن ببین مردم 10,000 تا زدن تو از خودمونی، بعد اونجا تجاوزشون بیشتر میکنه. یا میر حسین کروبی یا حبیدایی که بدبخت کشته میشه، یا اون جهانبانی و تیمسار رحیمی که اصلا هیچ کاری نکردن، این آدمایی که به کشورشون خدمت کردن کشته میشن و خود شاه تحویل میده اینا. خیلی مطالب عمیق و خیلی مطالبی که من و شما نمیدانیم، چه برسه دنیای مجازی که زن و مرد الکی لایک میکنن، نمیدونن وقتی یه چیزی رو لایک میکنن یعنی 100% باش موافقن و سر همین لایک کردن میتونن شما رو بگن. مثلا شما تو اینترنت مینویسه خوب است به دختر 11 ساله تجاوز کنید، شما لایک میکنید، این لایک رو الان میتونه پلیس آمریکا باشه میگیرت، میگه یعنی شما میخواین به بچه 11 ساله تجاوز کنید، میگیرت. که همون ایرانی فلان جا و چند تا اینا لو رفته، شخصیت من و تو تخریب شده، حالا مهم نیست، ولی مهمه اینه، یعنی شما همون لایکی که میکنی که من حاضرم به دختر 9 ساله تجاوز کنم 8 نفری، همون لایکی که داری میزنی زیر فلان صفحه اپوزیسیونی که خودت هم نمیفهمی برای چی این کارو میکنی و دقت نمیکنی که یعنی چی. یعنی خودت نمیدونی لایک یعنی اینکه شما تایید کردی و رأی دادی در حضور دو قاضی به نام فیسبوک، قاضی به نام اینستاگرام، قاضی به نام تلگرام، شما روبرو قاضی رأی دادی. میریم میخونیم ببینیم چی میگه. میگه اولین تغییری که باید صورت بگیره این است که در جامعه ها فیلسوفان باید پادشاه شون. حالا فیلسوف پیدا کنیم و شرایط داره و خیلی سخته و یا کسانی که پادشاه هستن فیلسوف بشن، مثل بعضی از پادشاه‌ها که وقتی به پادشاهی رسیدن تصوف و عرفان شروع کرد بهشون تدریس کردن. نمونه آخریش یکی از آخری‌ها همین رضا شاه عزیز بود که چند ساعت در روز بهش مولوی و سعدی و حافظ و فردوسی در زمانی که شاه شد توسط عرفا و اهل تصوف یه آدمی رو فرستادن که توی یک جلسه اینو بهش یاد دادن که مدارکش هم بهتون نشون دادیم در برنامه رضا شاه، در برنامه شاسکول پلاس و در برنامه‌های دیگه توضیح دادیم. یعنی بعدشون بعد اینو فیلسوف کنیش، یعنی باید بره زیر مجموعه انسان کامل یا یک صوفی تربیت شه، همین پادشاه. حالا اگر در جامعه ها فیلسوفان پادشاه نشوند یا کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار به خود هستند به راستی دل به فلسفه نسپارند و اگر فلسفه و قدرت سیاسی با اختیار توأم نشوند و همه تبع یک جانب امروزی که یا تنها به این میگرایند یا به آن از میان برنخیزند، بدبختی جامعه ها و به طور کلی بدبختی نوع بشر به پایان نخواهد رسید. میگه حتما همه بدبختن، جز این گزینه دیگر نمیبینه. افلاطون یعنی این که هر کسی که احساس میکنه که با سواده، هر کسی که دانشگاه میره اگر افلاطون مورد تاییدش نباشه بدون این آدم بی سواده. افلاطون داره میگه، یعنی افلاطون داره میگه و بزرگان که تمام جهان قبولشون دارن میگن. یه آدم معمولی، یه رئیس جمهور احمق یا یک وزیر بیشعور نمیگه اینو، یا یک کسی که رفته دانشگاه 4 سال درس خونده 5 سال درس خونده که میفهمه اون نمیگه، یا حتی دکترهای یک رشته هم نمیگن، چون اونها هم 500,000 تا دکترا داریم در رشته‌های متفاوت در جهان، اونا نمیگن. متفاوت‌ترین آدم‌ها و بزرگترین آدم‌های تاریخ این حرفو میزنن. یعنی باید 55 میلیارد دکترای رشته‌ها رو بریزید توی یه دونه ارزمشون کاسه، این تازه میشه نیم تنه پایین افلاطون. هنوز به شعورش نمیرسه. تمام جهان قبولش داره. این شوخی نیست که راجعش حرف بزنی تو بگی حالا یه چیزی گفته، نه حالا یه چیزی گفته، ننت یه چیزی گفته، خالت یه چیزی گفته، عمت یه چیزی گفته، رهبر یه چیزی گفته.
آقاتون یه چیزی گفته. نه، این چیزی گفته نیست آجی. این خدای تو داره حرف میزنه، خدای شعور تو حرف میزنه. سعدی خدای شعور توه، فردوسی خدای شعور توه، خیام خدای شعور توه. آره. حالا میگه تموم نمیشه. فیلسوف کیست؟ فیلسوف کسی است که جویای تمام دانش است. توی خط کاملا توضیح میگه فیلسوف به کسی میگن که باید دکترای مکانیک، دکترای هسته‌ای، دکترای شیمی، دکترای ریاضی، دکترای جامعه شناسی، باید 359 تا دکترا در تا جهان رو همزمان داشته باشه. تمام دانش هست. تمام دانش هم بد. خیلی قشنگ توضیح. حالا چه کسی در جهان هست که الان همین دکترا رو داره؟ بهش میگن پادشاه تمام دانایی. همون شریک شاه نعمت الله ولی میگه یعنی این. یعنی چی؟ یعنی شما توی جامعه نمیتونی همین چیزایی داشته باشی مگر اینکه این وصل باشه به یک دریای بزرگ فیلسوف و تصوف و عرفان. سوف یعنی دانایی، دانش هم با سواد فرق میکنه. 1000 دفعه توضیح دادیم و همه آدمای با شعور اینو میدونن. یه آدمی که 1% شعور داشته اینو میدونه. دانش با سواد فرق میکنه. علم، دانایی اصلا ربطی به سواد نداره. شما نون بربری بعد نیستی بذاری توی تنور. ممکنه دکترا هم داشته باشی یا بالعکس. فرق نمیکنه. حالا میگه این باید تمام دانش داشته باشه و یا کسی که اشتیاق به تماشای حقیقت دارد. فیلسوف یعنی این کسی که میخواهد خود زیبایی، خود حقیقت را ببیند. افلاطون در اینجا مطرح میکند که شناسایی غیر از پندار است. پندار کلا میده رو هوا. متعلق شناسایی باشنده است و متعلق پندار چیزی بین باشنده و نباشنده. یعنی پندار بین بود و نبوده، باشه و نباشه است، اما شناختن یعنی عرفان باشنده است، همیشه است. پندار نه دانایی است و نه نادانی. میگه پندار نه صوفیه، پندار نه تصوفه، نه عرفانه و نه دانایی و نه نادانی. کسی که خود زیبایی را میشناسد فیلسوف و دانا است. فیلسوف و دانا کسی است که خود زیبایی را میشناسد و شناسایی دارد. کسی که زیبایی کسی را قبول دارد دارای پندار است و جای آن میان هستی و نیستی است. کسی که پندارش برمیره لای هستی و نیستیه. و شناخت، عرفان یا دانستن با موجود ارتباط دارد، ندانستن با معدوم، و عقیده با آنچه میان هستی و نیستی است. وقتی شما ابراز عقیده میکنی، خیلی تفسیرات داره، من نمیخوام راجعش وارد شم. وقتی شما ابراز عقیده میکنی و بحث میکنی، این مباحثه، یعنی اینکه دو طرف کامل نیستن دیگه، یا دو طرف راجع به موضوعی حرف میزنن، یه سری چیزی این وسط نیست، یعنی بین هستی و نیستیه. یعنی یه فهمی رو من دارم، نفر مقابلم شاید نداشته باشه، این مباحثه به وجود میاره یا مصاحبه به وجود میاره. یعنی بحثی که من با تو میکنم نشونگر اینه که یا من یه ذره یه چیزی بیشتر از تو میفهمم که تو اونو نداری و نیستیه توت و هستی تو من، نمیخوام اینو انتقال بدم. این دعوا در بین هستی و نیستیه و خیلی توضیحات دیگه. حالا فیلسوفان همواره عاشق شناختن هستن و بزرگترین مشکل فیلسوفان فیلسوف نمایهایی هستن که تولید میشن. یعنی بزرگترین ضربه رو به جامعه فیلسوف نماها میزنن. اینها غیر قابل گذشتن از نظر مولوی و سعدی. یعنی کسی که الان بالا صفحش مینویسه من مفسر مولوی و سعدی و حافظ و اینا هستم، اینا حکمشون اعدام لا نونپنیره. مثال میزنم شوخی میکنم. اینا اصلا رحم نباید بهشون بشه. چرا؟ برای اینکه اینها اومدن جایگاه یک صوفی یا فیلسوف رو گرفتن. یعنی جایگاه مهمترین موجود جهان هستی رو گرفتن و خودشون رو جای اون گذاشتن. برای همین روحانیت تمام ادیان بلا استثنا در طول تصوف و عرفان گفته شده که اینا حتما جزو احمقترین مردان جهان تاریخن. اینو عیسی گفته، من نگفتم. محمد ابن عبدالله گفته. همین خاطر هیچ مسیحی محمد ابن عبدالله رو تایید نکرده. شما هیچ چند تا کاردینال گفتن محمده، چند تا کاردینال گفتن عیسی، چند تا خاخام گفتن عیسی رو تایید کردن. هیچ خاخامات از روبروش بودن. اینا میگه خیلی خطرناکن، چون طالب دانایی هستن لذت روحی را بزرگترین لذت میدن و به لذت جسمانی بی‌اعتنا. فیلسوف معتدل و خویشتن‌دار است و از فرومایگی و دلبستن به چیزای کوچک به کلی بری است. حالا خیلی مشخصه و
و فیلسوفنامه‌ها رو توضیح میده. افلاطون در اینجا از سقراط در برابر انتقاداتی که میشه دفاع میکنه و علت فاسد شدن فلانی رو توضیح میده که اینه و زیبایی هاست و اینا. و خلاصه فیلسوف باید زمام جامعه را بر عهده بگیرد و نخست طرح کلی قانون اساسی رو بریزد. این حرفی که ما توی برنامه داریم میزنیم. یعنی باید شهرسازی رو درست کنیم تا گرگ وارد تهران نشه و میبینیم هم که گرگی تا حالا وارد تهران نشده توی این مدت. شهرسازی طوریه که توی 2 قدم اول خودش کشته میشه، نمیتونه برسه به مقام ریاست جمهوری یا رهبری یا پادشاهی یا حاکم. اگر شما دیدی گرگتون حاکمه یعنی 51% اون کشور احمقن، اصلا امکان نداره که اینجوری بره. یا اینکه این 51% عاشق کشورشون نیستن یا اصلا مردمشون دوست ندارن، یعنی اصلا بهشون مهم نیست که نفر همسایه بغلی چیکار میکنه، فقط خودشونو میبینن. این مردم اصولا انگار اجتماع رو نفهمیدن که باید با هم زندگی کنن. اینا اصولا باید بلایی سرشون بیاد توی مسیر طریقتی تصوف تربیت شن. و همین خاطر اگه 400 تاشون هم کشته بشه، یک صوفی یا یک فیلسوف میگه مجبوریم، چون مردم باید بفهمن. مردم باید بفهمن و چون فهم ملاک اولشه میگه دیگه ما نباید الان حکومت رو عوض کنیم، رژیم رو تغییر بدیم، چون مردم نمیفهمن. هر وقت مردم فهمیدن، ریاضاتی پخش شد، دانششون رفت بالا، آنتی ویروسی وارد شد و فهمیدن یک موضوعی رو، اون وقت اگه رژیم رو عوض کنیم این دیگه مردم فهمیدن. ولی مردمی که میخوان این حکومت بره، یه آدم دیگه بره، یا پسر یه آدم دیگه، یا عمه یه آدم دیگه، یا خاله یه آدم دیگه، این مردم هنوز همون ریش پروفسوری بوزی رو تو صورتشونه و هیچ کارش نمیشه کرد واقعا. پس تا نفهمن نباید رژیم عوض کنیم. تو الان هم چندین دفعه بوده این گفته شده، همینطور لو هم رفته در توی جامعه که آقا صوفیان نمیخوان رژیم عوض کنن. نه که نمیخوان، میگن مردم باید بفهمن. خب که با پخش ریاست خیلی تکون‌ها خوشبهار ششم کمک بسیار زیادی کرد به این قضیه که برنامه ریاست هم مال من نیست. خب فیلسوف باید زمام جامعه رو به عهده بگیرد و نخست طرح کلی قانون اساسی رو بریزه. پس طرح کلی آینده اگر ریاست رو بالا سرش نباشه، دستشویی کن اول تو خودت و بعد تو قانون اساسیت. یعنی تو هنوز همون احمق. چرا؟ چون افلاطون رسما داره اعلام میکنه قانون اساسی رو باید اهل تصوف بریزن، کلیشو باید بریزن. یعنی باید بریزن خانم‌های خانه‌دار باید حقوق بگیرن. این موجب میشه که سیاستمدار مجبور پول بده بهشون، نمیتونه دزدی کنه. نمیذارن پول سیاستمدار در تصوف در قانون اساسی اینقدر زیاد چه که 2 تا شلوار داشته یه زن دیگه بگیره به نام لبنان، یه زن دیگه بگیره به نام سوریه، یه زن دیگه بگیره برای به نام احمقا کیان که آدم داعش، یه زن دیگه بگیره یا دوست دختر بگیره هی همش بوس کنه به نام قطر، یه زن دیگه به نام ترکیه که الان اردوغان اومده بالا. همین الان ترکیه این همه هواپیما داره، اینا باید مصرف شه. به زودی باید ترکیه رو وارد جنگ کنن. 200 تا دلار گفتم. اصلا ترکیه وارد جنگ نشه، باید اصلا خاک تو سر خاورمیانه که ترکیه وارد جنگ نشه. ترکا مردمش هنوز به این فهمی نرسیدن، ریاستاتی براشون پخش نشه چیزی بفهمن. پس به همین خاطر حتما باید یه جنگی بشه، یه سریشون شهید چی میشن، کشته‌های الکی میشن و هواپیماشون باید مصرف شه. تمام هواپیماشون باید مصرف شه. اینا این بیخودی سلاح گرفتن بدون که شعور سلاح رو داشته باشه. هم حرفی که دارن در انرژی اتمی میزنن اینه، میگه آقا کشوری که امشب این رئیسون میاد میگه مصدق، فردا میگه شاه، این مردم نمیتونن لیاقت داشتن بمب اتم داشته باشن. چون فردا اگه مصدق نشد شاه شد، مملکت با بمب اتم میره رو هوا، یه حمله میکنن به ترکیه، به ژاپن. و درست هم میگن اول باید جامعه برسه به اون فهم تا اتم داشته باشین. درست هم میگن، فکر نکن غلطه. الان اگر جمهوری اسلامی بمب اتم داشت مگه میشد عوضش کرد؟ دیگه نمیشه عوضش کرد. دیگه نمیشه هموطن عزیز عوضش کرد. ارتشو میگرفت و همه هم مثل سگ ازش میترسید. خب میگه فیلسوف باید قانون اساسی رو بریزه. به ندرت در طول تاریخی اتفاقی بیفته که این صوفیان انسان کامل، چند نفری که دور انسان کامل، باید زمام جامعه رو به عهده بگیرد که اصولا نمیشه همچین اتفاقی بیفته و نخست طرح کلی قانون اساسی رو بریزه. حداقل بیاد کمک کنه طرح قانون اساسی رو بریزه و در هنگام ریختن این طرح به 2 سو نگاه داشته باشه، گاه به خود عدالت و خود زیبایی و خود خویشتن‌داری و به عبارت دیگر به ایده اصلی همه قابلیت‌های انسان باید نگاه کنه. یعنی این آدمی میتونه راجع به کشور تصمیم گیری کنه که تمام نگرش‌های جامعه رو بدونه. یعنی باید بدونه که جامعه احتیاج به شهوت داره، پس مکان شهوت باید تو کشور داشته باشه.
جامعه رقص و آواز میخواد، پس باید رقص و آواز مکان داشته باشه. جامعه اگه کسی روسری سرش میخواد بره توی دریا، باید جای روسریش معلوم باشه کجا بره دریا. جامعه یه کسی که میخواد لخ بره تو دریا، باید جامعه جاشو مشخص کنه. جامعه باید سینماشو مشخص کنه. جامعه باید فرهنگ رو مشخص کنه. جامعه باید فیلمایی بسازه که مشخص بشه که مردم فرهنگشون بره بالا، شعورشون بره بالا، نه اینکه برن رو میز برقصن. هیچ سودی هم نکنه، بعد تولید یک جمهوری اسلامی شه. حالا ببین جمهوری اسلامی اون تازه شاه نسبتا خوب بوده، جمهوری اسلامی تولید شد. جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ یعنی جمهوری اسلامی چی تولید می‌خواسته بکنه که اصلا باورت نمی‌شده. شانس آوردید. ریستارت پخش شد. شانس آورد. هممون شانس. حالا و این کار انجام. ایده را افلاطون به خورشید تشبیه می‌کنه. افلاطون برای بیان اندیشه خود درباره ایده از سه تمثیل خط و تمثیل قار و تمثیل خورشید استفاده میکنه که میگه اگر چشم ما بینا باشد و شی رنگین نیز روبروی ما باشد کافی نیست. میگه تو چش داری، یه چیز خوشگلم، یه حوری بهشتی هم، یا یه دختر خوشگلم، یا یه پسر خوشگلم، یا یه دونه غذای خوشگل با مزه روبروت، کافی نیست. شما چشم داری، غذا هم روبروته. آقا چرا کافی نیست؟ نور باید بشه. افلاطون میگه خورشید بشه. خورشید باید بیاد بخوره به این، ما ببینیم چه رنگی هستن. شی رنگین هم اگر باشه و چشم شما هم بینا باشه، باید روشنایی هم باشد تا چشم ما آن شی را ببیند. خوب خورشید را به صورت خود آفریده است. تازه میتونیم بفهمیم که این چیز خوب رو با حضور خورشید ما میتونیم بفهمیم تا تصویر او باشد. از این رو همین نقشی را که خوب در جهان اندیشه و تفکر در مورد خرد و آنچه به وسیله خرد دریافت نیست به عهده دارد، همان نقش را خورشید در جهان محسوسات در مورد حس بینایی و چیزهای دیدنی دارد. میگه دلیل حضور قانون اساسی توسط ریستارت و تصوف و عرفان این است که جا نقش خورشید رو دارن بازی میکنن. درسته که تو چش داری و غذا هم داری، ولی تا نور نباشه نمیفهمی چه غذایی داری. این توضیح رو میده. و وضعیت روح ما هم چنین است. میگه روح ما هم همینجا. اگر روح به چیزهایی توجه کنه که در پرتو هستی راستین لایزال قرار داره، آنها را در میاد و میشناسد و معلوم میشود که دارای خرد است. و اگر به محیطی روی آورد که با تاریکی آمیخته است، یعنی توجه خود را به جهان کون و فساد معطوف سازد، فقط پندار و عقیده به دست میاد و روشنبینی را از دست میده و در دایره پندارها سرگردان میشه. چون موجودی میگه که از خرد بی بهره است، اگر چه شناسایی و حقیقت به خوب شبیه هستند، ولی هیچ یک از آنها خود خوب نیستند، بلکه خود خوب چیزی است برتر از آن دو. چیزی که را که ما میبینیم نه تنها در پرتو خورشید است، بلکه خورشید علت رشد و نمو آن است. موضوعات شناختنی نیز نه تنها قابلیت شناخته شدن و مدیون خوبند، بلکه هستی خود را نیز از او دارند، در حالی که خود خوب هستی نیست، بلکه از حیث علو و نیرو بسی بالاتر از هستی است. و همین سادگی توضیح میده که باید چی کار کنه. پس میگه که اولین چیزی که یک جامعه باید بفهمه اینه که از جامعه، از کوزه، مولوی همه این چند خط رو توی یک کلام توضیح میده، از کوزه برون تراود هر آنچه در اوست. یعنی خیلی ساده. یعنی میگه هر حاکمی که از کشوری میاد بالا، اون مردم اون کشورن. دو حالت هم بیشتر نداره. یا این مردم این نیستن، خب قیام میکنن، بلند میشن، جلوشو میگیرن، میکشنش، نمیذارن این گرگه برسه تو خیابون مثلا پاستور، یا بره خیابون مثلا فلان جا، یا بره فلان گرگه مثلا بیفته تو فلان خیابون فلان تو رسالت. نمیذارن. میگه اصلا چطوری این رسیده اون بالا؟ خیلی سوال ساده میپرسه. تصوف سوالش خیلی ساده. نه چجوری رفته تا اونجا؟ شما یه گرگ میکنن وسط میدون ولیعصر، امکان نداره تجریش در بیاره. 2 قدم نرفته میکشه. من یه فرض یه شیر نر میندازم وسط خیابون ولیعصر، شما فکر چند ثانیه بعد میگیرنش؟ 2 تا افعی میندازم. میگه چرا میگیری اینو؟ میگه برای اینکه جامعه همزمان همه متوجه میشن که شیر اگر وسط خیابون بره امنیتشون تخریب میشه، قیام میکنن میگیرن. درسته که جامعه خود شیر نیست و جامعه شیر رو تولید نکرده، اما نمیذاره شیر به حکومت برسه مثلا، یا گرگ به حکومت برسه، همونجا میکشش. وقتی جامعه این نکشش و این شیر رفت دونه دونه کش، 4 تا گرگ ول کردیم که گرگا شروع میکنن اول گوسفندا رو میخورن، بعد بچه‌ها رو میخورن، بعد ننه‌ها ما رو میخورن، و بعد ما همینطور لبخند میزنیم ای گرگ پدر سوخته، بعد میایم جوک می‌نویسیم تو فیسبوک ای گرگ پدر سوخته کجایی. الان جهان میگه شما گرگا رو بگیرید، نمیشه گرفت دیگه، بلند شیم ما بریم گرگا رو بگیریم. خودی گرگا میمیرن. میگه بابا الان جنتی 94 سالش نمیمیره، شاید تا 300 سالگی بمونه. نه حالا میمیره دیگه، پیرمرد دیگه میمیره، منتظر مرگ گرگن. دیگه مشکل روحیه.
این اصلا تعارفی نه. من تو این برنامه نیومدم که فردا بیای شعار بدی نه شاه نه خمینی، خدا میهن حسینی. از این شوخی‌ها رو بذار کنارش. اینجا نیومدم که از تو تعریف کنم و تو از من عاشق من بشی. من اومدم اینجا تو رو تخریب کنم. من توضیح بدم که بزرگان چی میگن. خودم هم حرفی نمیزنم که خودم غروری داشته باشم که. من توضیح بدم افلاطون چی میگه. و منم جزو شما توی این مطلبم هیچی نمیفهمم. و خیلی چیزهای دیگه توش موجوده. بعد راجع به پاسداران و سربازها صحبت. نتیجه سربازها میگه بهترین سرباز، بهترین پاسدار، بهترین بسیجی است که در خدمت جامعه است. سگی است که اگر مردم حتی بهش خیانت کنن باید خصلت سگ داشته باشه. و توی جمله هم میگه که این خیلی سخته که ما بگنجونیم همه این شرایط رو در یک انسان که بشه یه سگ خوب. میگه پاسدار، بسیج، سپاه، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی باید همانند سگ جامعه باشه، نه حکومت. و سگی باید باشه که بتونه به همه حمله کنه حتی اگر 5 روز صاحبش یعنی ملت بهش غذا ندن. یک سگ اگر 5 روز هم بهش غذا نده، مرد غریبه‌ای وارد محیط بشه، زن غریبه‌ای وارد محیط بشه، بهش پارس میکنه و حمله میکنه. میگه این بهترین روشه. اگر همچین آدمایی رو پیدا کردیم باید به سرعت مجبور کنیم که اینا تولید مثل کنن. این کاری که ژاپن تازه فهمیده یعنی چند ساله که فهمیده، افلاطون چند هزار سال پیش گفت. ژاپنی‌ها قدشون کوتاه بود و مشکلات داشتن، شروع کردن با خارجی‌ها ازدواج کردن. این نسلشون تغییر دادن که الان خیلیشون قد بلندن و صورتاشون و قیافه‌هاشون اینا خیلی شرایطشون تغییر کرده. میگه حالا اگر ما آدمی پیدا کردیم که شجاعت داشته باشه، انسانیت داشته باشه، فهم و اینا داشته باشه، بهترین کار اینه که اینو به تولید مثل واداریم و بگیم آقا یه بچه نیار، 7-8 تا دیگه بیار. اگر دیدیم یک مردی تنومند در نظر فکری و روحی و شرایط قدرتی و اینا، ازش خواهش کنیم که یه بچه نیار، 2 تا بچه بیار. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو باید 2 تا بچه بیاری، نه حسینی یه بچه هم بیاره کافیه برای کره زمین. الان تولید چه؟ یعنی 2 تا از این مسئولین بچه‌های کیان؟ اگه خواهر برادر داشته باشن، خاک تو سر اون خانواده که این اومده بالا شده رئیس جمهور، اینقدر احمقه. یعنی یه بچه‌ش واسه کل کره زمین کافی بوده. حالا فکر کن مادر پدرش 8 دیگه هم داییدن. اون دیگه بدبختی. یعنی 8 آدم فرستادن تو جامعه که هر کدوم رو باید 6 ماه وقت صرف کنیم تربیتشون کنیم. علم الهدی اگه خواهر برادر نداره، خب دیگه به پدر مادرش من کاری ندارم، چون پدر مادر واقعا دیگه یه چیزی اومده بیرون دیگه، اتفاقی افتاده دیگه. حالا اگه خواهر مادر پدر داره، من نمیدونم بعد خواهر مادرش هم بگیریم، نمیدونم چه جوری شما با یه بچه اینقدر احمق دادی بیرون، 6 تا دیگه هم دادی بیرون. این خودش سواله. هرچند که شبیه نیستن خواهر برادر، من منظورم این نیست، مثال دارم توضیح میدم که بدونید که میگه آقا برید از این پاسدارهای این شکلی باید این کار انجام بدیم. و به نوعی پاسدار یعنی سربازان، گارد ویژه تصوف رو میگه باید بهشون پول بدیم. یعنی گارد ویژه ما سربازی نباید داشته باشیم که در آینده تصوف ما سربازی نداریم. 1 ماه حدوداً فقط دوره میبینن مردم که اگر اتفاق جنگ جهانی مثل سوم و دوم و اول و اینا بخواد به وجود بیاد، که سوم بعدم میخواد به وجود بیاد، مردم بتونن خودشون دفاع کنن، برای از زن و بچه‌ش بتونن دفاع کنن. این دوره کوچولو میبینن که مشخص بشه. اما در تصوف و عرفان در کلاس اول دبستان تا 12-13 سالگی بچه رو تشخیص میدن که بنیه‌اش، قدرتش، هدفش، تمرکز حواسش، روانی نبودنش، پرخاشگو نبودنش، وفاداریش به خانواده، به محیط، احترام به پدر مادر، همه اینا رو که یادداشت میکنن. میبینن 15 تا آدم مثلا توی ارزم حضور شما که دبستان مثلا چی وجود داره در فلان جای ایران، تو فلان دهات، میان این 15 تا رو برمی‌دارن، با پدر مادرشون صحبت میکنن و برای اینها حقوق میبرن. از اونجا از 12-13 سالگی برای گرفتن دیپلم وارد ارتش امپراتوری تصوف میشن. از اونجا هم داره حقوق میگیره، هم مادرش داره حقوق میگیره که حدودا 1/3 رو به مادر پدر میدن تا سن 18 سالگی، بقیه‌شو میریزن تو حساب شخصی خود اون بچه و بعد این بچه رشد میکنه و میرسه ارزم حضور شما که به یه جایی از اونجا تصمیم گیری میکنه و میشه تربیت شده امپراتوری تصوف. یعنی ما از 12 سالگی بچه رو انتخاب میکنیم، همینطور که دانشمندا رو انتخاب میکنیم، همینطور که باهوشا رو انتخاب میکنیم، همینطور که با خیرتا رو انتخاب میکنیم، همینطور که کمک میکنیم به همه بچه‌ها که شرایط نرمال زندگی داشته باشن، که یه بچه‌ای به خاطر که مامانش از باباش طلاق گرفته نره مثلا ارزم حضور شما که مجبورش کار کنه پول در بیاره، اون وقت از درسش بیفته ما نفهمیم این باهوشه یا نه.
خیلی بده که توی جامعه ما بعد از اینکه تا دیپلم همه میگیرن، همه مثل بز وارد شدیم، همه این بز خارج شدیم. خیلی بده. یعنی مدرسه ما 12 سال مدرسه رفته بودیم، یارو نمیدونست من تو چه هنری استعداد دارم. یعنی اگه حسینی رو باید در سن مثلا میگم 15 سالگی وارد تلویزیون ایران می‌کردن، من 23 سالگی وارد تلویزیون شدم. خیلی چند سال طول کشید، من شانسی وارد شدم. اگه خوب باشم بعد اینجوری وارد کنم. یعنی ما 12 سال درس میخونیم، نمیشه برای چی میخونیم. امتحان میگیری، امتحان ندی، دوباره بچه رو میره از سال اول. ببین اصلا بزرگترین خیانت اینه که بچه یه درسش افتاده بود، قدیما اینجوری بود کل بچه رو تعطیل میکنه، از اول بخون. اصلا آلردی خودش روانی میشه. شما همین الان ننتو بذار، یه بشقاب و نیم بهش قرمه سبزی بده، بعد یه دونش میفته زمین، بگو حالا از اول بخور. پر کن. مادر دیوونه میشه. خودش همون موقع حالت تهوع بهش دست میده. چه برسه بخواد بخوره. لذت اولیه رو تخریب کردی. حالا یه دونه ریخته رو باید جمعش کنی. یه شرایط اصلاحیه به بچه میزنن. چه برسه که بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده امتحان میگیرن، بعد رد میکنن. بچه‌ها کلاس 4 دبستان رد میکنن. بعد در اون آموزش پرورشی گرد گرفت. بچه اصلا نمیدونه خوب و بد یعنی چی، هنوز هیچی نمیفهمه. ردش گرفت. بچه نمیدونه، تا آخرام نمیدونه برای چی فوش خورده. مثل بچه بعد 4 ساله است که جیغ میزنه، بعد مادر اینو پرت میکنه پنجره بیرون. بچه اصلا نمیدونه برای چی دارم میذارمش بیرون. و خیلی چیزا دیگه. افلاطون در کتاب سوم چگونگی تربیت پاسداران را پیگیری. یکی از ابزارهای تربیت در کودکی، داستان‌ها باید چهره نیک از خدا نشان بدهد. همچنین داستان‌هایی که درباره آدمیان میگویند، برای مثال نباید بگویند که خدایان ستمکارند یا آن که انسان ستمکار عمری را در نیکبختی به سر میبرد. این کلمه بسیار عمیق و فایده ادارت همواره به دیگران میرسد و برای خود عادل چیزی جز زیان ندارد. میگه دیالوگ هایی که موجب بشه که جوانان این مملکت به شعوری که باید برسن نرسن و خرافاتی و چاجمکرانی بار بیان، عربده برای حسین ابن علی بزنن و بعد انسان کامل و الان مثلا صوفیشو بگیرن بخوان مثلا تو یک جای جهان بکشن و نشستن نگاه میکنن، موضوع رو نفهمن، اصل موضوع رو نفهمن. 1400 سال دارن سینه میزنن و سینه برای چی میزنن هنوز نفهمیدن. تو نگاه کن در دوران فتحعلی شاه سینه میزدن، الان سینه میزنن. 500 سال پیش سینه میزدن. پس این همه ظالمون بالا چیکار می‌کرد تو تاریخ؟ چرا اگه ظالمون بالا بوده چرا سینه زدی؟ این خودی سندای گذشته است. اصلا سینه برای چی زدی تو؟ حسین قاسم روش داره حکومت میکنه، به زن و بچه‌ش داره تجاوز میکنه تو کشور، میگه حسین. خودت مسخره کردی، بابات مسخره کردی. کی مسخره کردی؟ حالا میگه اصلا داستان‌هایی که چهره بدی، یعنی اگر معلمی سر کلاس بگه که بچه رو به بچه‌ها بگه که اگه کار بد کنی میرین جهنم، معلم اخراج آموزش پرورش میخواست مدرسه رو میبریم تا تعطیلی در آینده. جهنمی وجود نداره. جهنم چی می‌کنه تو هیکل یارو؟ بریم جهنم. مدرسه رو می‌ذاریم بیرون. مدرسه رو پدرش در میاریم. 2 تا مدرسه رو ترتیبش اینو بدیم، همه تربیت میشن. چه برسه که معلم تربیتی بذاره اونجا به بچه کلاس اول لبستون، دوم لبستون، سوم لبستون، تو راهنمایی میگه جهنم میبرن اونور جهنم. یعنی بچه رو هم از این دنیا میترسونی هم از اون دنیا میترسونی که بتونی زیر مجموعه ظالم وایسه که سیخ کردن یاد بگیره. داستانا کل مدوز شه هموطن، کل داستانا مدوز شه، کل داستانا تصوف، امید، عشق، روحیه، قدرت. فقط بالا سر داستانا راجع به دیکتاتور حرف میزنه. میگه اگه حاکم بر تو ظلم کرد باید هم متحد چین حمله کنیم. اینا رو بهش یاد میدن. اگر معلمی ستم کرد به جا، همه شاگردان میتونن متحد شن برن پیش مدیر. بالاتر داره، برو پیش اون اعتراض کنید. معلم بعد شما شاگردان میرین پیش قاضی تصمیم گیری میشه. امید به تغییر رژیم باید در اول لبستان باید باشه. آقا زیر ظلم و ستم نباید بریم، باید از اول توضیح بشه. یعنی باید عکس، مثلا من فردا شاه توام، پادشاه توام، رئیس جمهور توام، رهبر توام، عکس من دادن تو مدرسه. ببین میشناسی؟ همین میگه بله حسینیه. میگه آفرین. این آقای حسینی ممکنه فردا ظالم بشه. یادتون باشه اگر این کار خطایی کرد همه باید بتونین جمع بشین، اینا بیان صبح به صبح یا مثلا هر 3-4 ماهی 5-6 ماهی بگن حسینی آدم باش سر صف. پررو نشو حسینی. همه باید یه صدا تو مدارس مثلا در سالگرد تصوف صبح بیان همه تو خیابون میگن حسینی، پررو نشو حسینی. همه یک صدا. یعنی یاد بدی اونی که حسینی که اون بالاست هیچ کی نیست. انسان کامل یا صوفی نیست که باید بریم پاشو ببوسیم که 8 نفرن کلا اونا.
ما هیچ کی رو نداریم اینجا. تازه انسان کامل پیدا کن، بعد 29 سال 30 سال پیدا کن، حالا پیدا کردی شاید هول شدی دست پاش هم بوسید. پیدا کن آجی. میگه اصلا اینا شوخی رو بذارید کنار، اینا شوخیه، جهنمو، بچه میکشن، بچه عدالت فلانه و میدونی چیه؟ علم بهتر از یا ثروت. بچه ترسیده، بچه کلاس پنجم دوم دبستانه، تا میگی ثروت، بعد توضیح میگه ای وای من پول نشستم میمیرم، من پول نشستم بدبختم، من اون ویلا رو نمیتونم داشته باشم، فقط اونی که پول داره ویلای داره. از همینجا فاصله طبقاتی تو مغز این تپوندی. یعنی از همینجا اومدی یه قانون گذاشتی که فقیر و ضعیف وجود داره. بعد به بچه بفهمونی که تو حتما میتونی پولدار شی، میتونی حتما موفق شی، تو حتما میتونی پولدار بیاری، تو میتونی بهترین زندگی رو بکنی و ما کمکت میکنیم. اینجا امپراتوری تصوف، ما کمکت میکنیم. کردیت کارت همون لحظه که 18 سالته تو کردیت کارت مجانی داری، شما میتونی بکشی، همه بعد به تو قبول کنن که تو دروغ نمیگی، تو آدم خوبی هستی، میتونی خونه اجاره کنی، ماشین بگیری، قسطی بدی، تازه یه سومش هم دولت توی بار اول تا وقتی که کردیت تخریب نشده دولت کمکت میکنه. ما باید کمک کنیم. ما بچه‌ها اومدیم 18 سالگی کمک کنیم که برسه به 20 سالگی بتونیم ازش سود ببریم. 18 ولش می‌کنیم، 16 ولش می‌کنیم، 15 ولش می‌کنیم، 14 که راجع به بهشت و جهنم صحبت می‌کنیم. کل سیاست هموطن رو حواس. آره که 2% تو اصلاح طلبا خوبن، 2% تو سلطنت طلبا خوب بودن، 2% تو قاجاریه خوب بودن، 2% تو فلان بودن. اینا من کاری به اینا ندارم، واقعا نمیخوام توهین کنم به خودم، با هیچ چیزی دشمن نیستم. کل سیاست باید یه احتمالی کلاس توجیهی بعد واسه این اپوزیسیونا بذاریم، واسه دوره‌های اینجوری بذاریم. نمیفهمن اصلا، هیچ چی نمیفهمن. به خودم با چند تا سوال هیچ چی نمیفهمم. داخل ایران بودم اصلا نمیفهمم، اصلا نمیفهمه. نمیشه میریم اونجا درست میشه. چی درست میشه؟ احمق، تو اصلا چیزی میفهمی که میخوای درست کنی؟ اصلا تو کی هستی که میخوای درست کنی؟ چیشی گشاد خونه اون بالا درست کنیم؟ تو کی هستی آقا؟ مثلا هر کسی تو ایرانه، هر کی تو خارج فهم، تو کی اون بالا باید بشینی؟ این درست میکنم، ما درست میکنیم. چی درست میکنیم؟ تو اصلا دو کلمه نمیتونی حرف بزنی. این برنامه امپراتوری کوروش وردا دونه دونهشو باید 500 ساعت دوره بذارم فقط برات که تو رو بفهمونم که اصلا افلاطون کیه. اصلا چیزی نمیفهمی. این برنامه مال منه، یادتون باشه این برنامه مثل ریاست نیست که مال من نباشه. اینجا من فراخوان میگفتم هر کی فکر کنه با سواد تشریف بیاره، همتون احمقین. فکر نکن واقعا. مردم نمیدونن، ما میدونیم. ما اومدیم هم توتون رو دیدیم، هم بالاتو دیدیم، یعنی داخل ایران هم پایینتو دیدیم، یعنی خارج ایران. هم اپوزیسیون داخل دیدیم هم خارج دیدیم. بابا آجی شوخی نکن، خود یه مش بوز نشستیم دور هم دیگه بریش هم میخندیم، فکر کنیم پروفسوریتون جذاب. چیزی نمیفهمید اصلا، دیگه مش گاوین. هر کی فهمید از اپوزیسیون گوشه هم بدبختا 3 نفرم طرفدار نداره. آدمای فهیم گوام تو همین خارج گومن بدبختا. آره همونطور که به بی بی سی گفتیم به شما هم در دفعه گفتیم شما هیچ چی نمیفهمید. هیچ چی از سکولاریسم نمیفهمید. همتون گاوید. در سکولاریسم همتون گاوید. اگر شما جرأت دارین ثابت کنید که گاو نیستید یا اعلام کنید من تخریب کنید، حمله کنید. ارزه حمله هم نرین، شعور حمله نرین، چیزی نمیفهمید. به خدا هیچی نمیفهمید. فقط کاری که من دارم میکنم بیشعوری تو رو دارم به مردم انتقال میدم بفهمن، همین فقط. الان یه خورده ناراحت میشین. هیچی نداریم، هیچی. یه مش بوز اومدیم بالا فقط دنبال اینکه بزنه بچه‌ها قدرت رو بگیریم بخوریم. همین. خاک تو سرت که دنبال پولی قدرت رو بگیری بخور. منم دنبال پول هستم. من دنبال پول هم هستم، تو هم دنبال پول. همه دنبال پولن دیگه، زندگی باید بگذره. ولی نه اینقدر دیگه لجن دیگه. خاک تو سر سیاستمداری که اینجوری فکر می‌کنه. به هر حال مرسی که از این برنامه رو گوش کردین. فرصت نشد توضیح بدم، فقط من دارم به تو میگم که همینطور که برای خریدن یه دونه سیب زمینی با مغازه‌دار درگیری، این لک داره اون لک نداره، اینطوری همینطوری باید وسواس تو تمام گروه‌های سیاسی اپوزیسیون داخل و خارج داشته باشی و تو باید یاد بگیری وسواسش بشی و یاد بگیری که همه خر تو هم. میفهمی اینو؟ اگه اینو بفهمی تمام. به خدا منم همه چیزو ماچ می‌کنم میذارم کنار، خیالم راحته. باید شکلی ندارم. بعد بفهمی همه خر خودتن، همه موظف حرف تو گوش بدن. تو ملتی. این اگه بفهمی تمام. تو ملتی. دولت ملت نیست، برای همین میگن دولت ملت. دولت یه چیزی اومده بالا که به زن تجاوز کنه، به دختر تجاوز کنه، پولاتو بخوره. تو ملتی. تو دولت نیست. پس دولت رو طوری تربیت کن و طوری فکر کن که هر خری نیاد بالا. امید ایرانی که خرها در حال بارکشی باشن و فیلسوفا ایران رو درست کنن و من تو لذت ببریم و یاد بگیریم برای اولین بار بعد از 700 سال قانون اساسی یعنی چی و ریاست یعنی چی. مرسی گوش کردید. اگر احیانا کلامی از دهنم خارج شد بعضی ها ناراحت شدن، من دستشون رو می‌بوسم میشه. عذرخواهی منو بپذیرید، ولی برنامه‌ای است که من باید تقدیم مردم کنم و بشنوید. زیرا که اندیشه را اصلاح. کل مطالب موجود در جهان همین مطلب ساده است. اندیشه را اصلاح می‌کنه. بدون